ما آدما همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست، حوصله کسی رو نداریم که هست. واسه همینه که اصلا خوشحال نیستیم. یادت باشه هیچ وقت کسی رو پس نزن که دوستت داره و مراقبته و نگرانته، چون یه روزی بیدار میشی و میبینی ماهو از دست دادی وقتی که داشتی ستاره ها رو میشمردی. راضی باش به هر چی اتفاق افتاد، که اگه خوب بود زندگی تو قشنگ کرد و اگه بد بود تو رو ساخت. مدیون باش به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین حس ها رو بهت میدن و بداش بهترین درس ها رو. ممنون باش از اونی که بهت یاد داد همه شبیه حرفاشون نیستن و همیشه همین جوری که میخوای پیش نمیره. زندگی همینقدر ساده است.